سلام خوش اومدید به یک ویدیو دیگه از چنل ایکسایکی. امروز میخوایم راجع به کلا پروسه کالج و اینکه چجوری پذیرش بگیرید و اصلا کالج چیه و اینا صحبت کنیم. پس بیایید بریم که داشته باشیم. قسمت اول، اصلا چرا باید ما بیایم کالج؟ به خاطر اینکه دوره تحصیلی توی آلمان 13 ساله ولی داخل ایران 12 ساله است و برای اینکه ما بتونیم این یک سال رو تطبیق بزنیم با آلمان باید بریم اینجا کالج بگذرونیم، یا اینکه در ایران بریم دانشگاه و رشته‌ای که میخوایم بیایم اینجا بخونیم رو بگذرونیم. مثلا کسی که میخواد معماری بخونه میتونه بره توی ایران لیسانس معماری رو 2-3 ترم بخونه، واحداش رو تطبیق بزنه و بیاد اینجا از ترم 1 لیسانس بچلر شروع کنه درس خونه. پس 2 تا راه حل داریم، یا اینکه بیایم کالج یا تطبیق بزنیم واحدایی که توی ایران خوندیم و حتما باید واحدا مشابه باشه. در غیر این صورت نمیشه. یعنی نمیشه شما برید معماری بخونی بعد یهو بگی میخوام مثلا برم کامپیوتر بخونم وقتی رشته مشترکی نداشته باشه، یا بگی میخوام برم دندونپزشکی بخونم. خب قطعا نمیشه. بخش دوم، چه نوع کالجی داریم؟ ما 2 نوع کالج داریم، کالج خصوصی و کالج دولتی. کالج دولتی هزینه آنچنانی نداره، شما کلا اینجا باید 1 سال کالج بگذرونید که به عبارتی میشه 2 ترم، که تقریبا هزینه این کالج‌های دولتی از 200 تا 500 تا ترمی شروع میشه. یعنی شما توی 1 سال 1000 تا پول کالج باید بدید که پول زمستان تیکتتونه و اینا، که گاهن شما مثلا میتونید دوچلان تیکت نخرید در حقیقت و از همون کارت دانشجویی که دارید استفاده کنید چون میرید کالج دولتی. ولی کالج خصوصی اصلا هزینه هاش متفاوته. شما دارید پول کالج رو میدید که از 3000 تا هست، 12000 تا هست، 18000 تا هست، 6000 تا، 7000 تا متفاوته و بستگی داره که شما چه کالج خصوصی رو انتخاب کنید. قسمت سوم رشته‌هایی که توی کالج‌ها ارائه میشه. یعنی شما وقتی بخواید بیاین اینجا دندونپزشکی، کلا رشته‌های پزشکی، هر چیزی که زیر شاخشه دندونپزشکی اینا بخونید، باید برید ام کورس بخونید که به عبارتی همون رشته تجربی ما میشه. ولی اگه بخواید مثلا برید رشته‌های فنی مهندسی، باید بیاید اینجا برید ت کورس بگذرونید، تکنولوژی میشه. و اگه مثلا بخواید برید تو کار بیزینس و نمیدونم خونه بخواید بفروشین و نمیدونم بیزینسمن و بیزینس وومن بشین، باید برید ویرتشافت بخونید که و محسوب میشه، و کورسه. و اگه کلا اهل هنرید، ادبیات، فلسفه، حقوق این چیزا رو دوست دارید، بعد برید گ کورس بخونید که میشه تقریبا هنر و اینا، ولی خب ادبیات و حقوق و اینا شامل گ کورس میشه. پس شما وابسته به این که چی میخواید برید اینجا بخونید باید انتخاب کنید که کدوم کورس میخواید برید، که معمولا باید دیپلمی که میگیرید مرتبط باشه. یعنی اگه شما دیپلم ریاضی دارید، ریاضی فیزیک داخل ایران دارید، بهتره که بیاید اینجا ریاضی بخونید، یعنی ت کورس بخونید. گاهن بچه‌ها جابجا میکنن ولی حالا نمیدونم همیشه اوکی هستش یا نه، اینکه از ریاضی برید تجربه بخونید یا نه، اینا نمیدونم. این از این. شما برای ورود به کالج باید آزمون ورودی بدید. آفنامه پروفونگ بخش مختلفی داره. کالج دولتی معمولا آفنامه پروفونگ میگیرن که شامل زبان، ریاضی، فیزیک، زیست، بستگی داره به رشته‌ای که تو شما برش درخواست دادید. معمولا بچه‌های ت کورس ریاضی و فیزیک و زبان دارن. بچه‌های ام کورس زیست و زبان و ریاضی دارن. و هر کالجی فرق میکنه از ورودی که میگیره و مثلا به طور مثال فرانکفورت فقط زبانه، هاله زبان، ریاضی، فیزیکه، هانوفر ریاضیه. و شما با یه سرچ ساده میتونید متوجه بشید که هر کالج چه آزمونی برگزار میکنه، چه آزمونهای ورودی از شما میخواد. و کالج‌های خصوصی هم بعضیاشون دارن آفنامه پروفونگ و ممکنه اصلا فرمالیته باشه، الکی باشه و به شما پذیرش بدن، ولی گاهن دارن و بیشتر بچه‌ها میرن کالج‌های خصوصی گاهن که آفنامه پروفونگ نداره، آزمون ورودی نداره و راحت میشه بهش راه پیدا کرد و آدم کالجش رو تموم کنه بیاد بیرون و بعدش بره دانشگاه. چون که الان متقاضی برای این کالج کلا زیاده و خیلی سخت میشه که آزمون ورودی رو قبول شد و راه پیدا کرد به کالج دولتی. بنابراین این هم از آزمون‌های ورودی که با یه سرچ ساده آفنامه پروفونگ استودین کالج هاله، استودین کالج هانوفر، استودین کالج فرانکفورت میتونید در بیارید ببینید هر کالج چه آزمونی میگیره و چه نمونه آزمون‌هایی وجود داره ازش. نکته 4
اینجا میخوام براتون از مدرک زبان بگم. شما با B1 میتونید برای 2 تا 3 تا از کالج‌های دولتی اقدام کنید. ولی برای کالج‌های خصوصی با B1 میتونید اقدام کنید. بیشتر کالج‌های خصوصی و منعی نداره. و با B2 میتونید برای بیشتر، یعنی برای همه کالج‌های دولتی اقدام کنید. برای کالج‌های خصوصی هم که اوکی ان و شما اصلا با B2 پذیرش به شما میدن. مثلا اینه که گاهن ممکنه سفارت با B1 به شما ویزا نده که خیلی احتمالش کمه، شاید بگم 1%. ولی پس اینجا دو حالت داریم، یا مدرک B1 داریم و 3 تا پذیرش میگیرید کلا از کالج دولتی در بهترین حالت، یا اینکه B2 دارید و از همه کالج‌های دولتی میتونید پذیرش بگیرید و برید آزمون ورودیشون رو بدید تا در صورت قبول شدن وارد کالج دولتی بشید. نکته‌ای که هست اینجا باید بهش اشاره کنم اینه که خیلی آزمون‌های ورودی سخته و متقاضی بالایی داره، یعنی متقاضی زیادی داره و اگه شما زبانتون خوب نباشه، یعنی با سطح B1 اینجا شانس خیلی کمی دارید و بهتره که با B2 اقدام کنید و B2 بگیرید بیاید اینجا و آزمون‌های ورودی بدید و قبول بشید، چون با B1 واقعا شانس کمی دارید و حتی خیلی از بچه‌ها هم با B2 نمیتونن آزمون قبول بشن. بنابراین باید شما خیلی تمرین کنید و B2 واقعی باشید، نه اینکه فقط اکتفا کنید به مدرک زبان گوته یا اوسته. منابعی که برای شما آزمون ورودی میتونید برای زبان کار کنید 2 تا هستش، 2 تا کتاب لوکه سبز و زرده که یکیش B1 یکیش B2. اون 2 تا رو حتما خیلی کار کنید که بتونید بیاید و آزمون‌های زبان رو بدید و قبول بشین. پس مهمترین قسمت اینه که شما زبانتون خیلی خوب باشه. و بخش پنجم اینکه شما چجوری اپلای کنید. شما در 2 حالت میتونید اپلای کنید. حالت اول اینه که مستقیم با کالج ارتباط برقرار کنید و ایمیل بزنید و مدارکتون رو بفرستید و پذیرشتون رو بگیرید. در حقیقت این دعوت به آزمونتونه، دعوت به آزمونتون رو بگیرید که باهاش میتونید برید سفارت، یا اینکه از طریق اونیاستیس اقدام کنید که اونیاستیس یه واسطه بین دانشگاه و کالج و شما. در حقیقت شما از طریق اونیاستیس برای بچلر رشته که میخواید درخواست میدید. مثلا اگه بچه‌های امکورس باشید برای زیست درخواست میدین که به شما کالج پذیرش امکورس بده. بچه‌های تی کورس مثلا برای ریاضی، برای اینفورماتیک، برای رشته‌هایی که مربوط به ریاضی درخواست میدن و کالج بهشون مثلا پذیرش تی کورس رو میده. یک بار دیگه توضیح میدم. شما برای لیسانس کامپیوتر یا ریاضی درخواست میدید. اوکی. و دانشگاه هدف شما بررسی می‌کنه، میگه کفایت نمی‌کنه، کافی نیست و بعد 1 سال اینجا کالج بگذارید. بعد شما میفرسته به کالج بررسی می‌کنه، شما برای اینفورماتیک درخواست دادید و شما رو وارد رشته تی کورس می‌کنه. یعنی پذیرش شما رو برای تی کورس میده که شما میایید و آزمون میدید و اگه قبول بشید میرید تی کورس اون کالج دولتی رو می‌خونید. و برای ام کورس هم همین اتفاق میفته. و نکته‌ای که می‌خوام اینجا بهش اشاره کنم، همه کالج‌ها اینجوری نیستش که بشه از طریق اونیاستیس اقدام کرد، یا همه کالج‌ها اینجوری نیستش که بشه مستقیم با خودشون ایمیل زد و در ارتباط بود و صحبت کرد. پس باید برید چک کنید ببینید کدوم کالج از طریق اونیاستیسه، کدوم کالج از طریق سایتشه و از طریق خودش میتونید اقدام کنید. و گاهن برای بعضی 1-2 تا از کالج‌ها باید مدارکتون رو پست کنید به صورت فیزیکی و کپی تایید شده باشه، یعنی شما باید کپی تایید شده رو از ویزامتریک بگیرید. بخش ششم، مدارک مورد نیاز. مدارک مورد نیاز برای اپلای از طریق اونیاستیس رو اینجا میخوام بهتون بگم که یکی پاسپورتتونه، صفحه اول پاسپورتتون و مدرک زبانتون که یا B1 یا B2، ریزنمرات 3 سال آخر دبیرستان که به آلمانی ترجمه شده باشه، دیپلمتون که اونم به آلمانی ترجمه شده باشه و یه دونه لبنسلاوف یا رزومه. برای درخواست کالج عین‌نامه نمیخواد. بخش هفتم، چجوری حالا باید از طریق اونیاستیس اقدام کرد. شما مدارک رو آپلود میکنید، این 5 تا موردی که گفتم رو آپلود میکنید توی سایت و موقع ددلاین ها، وقتی ددلاین ها بازه، اون موقعی که بچه‌ها ددلاین کالج بازه، ددلاین دانشگاه هم بازه. اصلا اینا با هم تاریخش تقریبا یکیه. اوکی. میرید مثلا من خودم این کار کردم، میرید برای اینفورماتیک مثلا دانشگاه گوته فرانکفورت اقدام میکنید و انتخابش میکنید که میخواید برید بچلر گوته فرانکفورت اینفورماتیکش رو بخونید. اینو انتخاب میکنید و هزینه اولین درخواستی که میدید 75 یورو، یعنی اگه من این درخواست رو میدادم 75 یورو هزینه میشد و از اون به بعد 35 یورو برای هر 30 یا 35 یورو برای هر درخواست و پرداخت میشه. یعنی فقط اولی 75 تاست و بقیه درخواستی که میدید 30 یوروه. حالا اینجا شما مدارکتون رو آپلود کردید تو سایت، درخواستتون رو دادید، هزینه‌اش رو پرداخت کردید و مدارک شما میره که بررسی بشه. شما بعد از 4 هفته تقریبا تاییدیه اول اونیاستیس رو میگیرید. تاییدیه اول میگه که مدارک شما فرستاده شده، کم و کسری داره نداره،
چه چیزی، چه مشکلی داره، چه مشکلی نداره. برای من به طور مثال برای یک دانشگاه درخواست داده بودم که مدارک و فیزیکی میخواست، یعنی من باید مدارک رو براشون پست میکردم و من اصلا وقت نداشتم، ددلاینم داشت تموم میشد و اون دانشگاه رو از دست دادم. یعنی اون دانشگاهی که اقدام کرده بودم و کالج زیر مجموعه‌اش رو از دست دادم و از طریق یه دانشگاه دیگه دوباره برای اون کالج درخواست دادم که باز هم پذیرش بهم نداد. بعد 4 هفته که تایید اولو دادن گفتن که همون کسی دارید ندارید، مدارکتون چجوریه. بعدش خود کالج دیگه به شما ایمیل میده، بهتون میگه سلام چطورید خوبید، این مثلا پذیرش شماست، یا اینکه میگه مثلا این مدرک رو برام بفرستید ما باز چک کنیم و اینا. و بعضی وقتا به خودشون ایمیل بدید باز بگید پذیرش من اومده یا نه، مثلا برنامه پذیرش من چجوریه. من یه وقتایی یادشون میره، مخصوصا در تعطیلات کریسمس. افتضاح بچه‌ها، اصلا ترم داغون‌تر از اون نداریم. خب بچه‌ها، زمان ددلاین ها، زمان آزمون کالج و اینا، همه اینا تو خود سایت کالج ها هستش. حالا بعضی وقتا من خودم که می‌خواستم اقدام کنم کالج رو پیدا نمی‌کردم سایتش رو. حالا چجوری پیدا کنید؟ سایت استودین کالج ده سرچ کنید، اونجا لیست تمام کالج دولتی هستش و علاوه بر اون لینک سایتشون. میتونید برید داخل اون سایت ها، داخل سایت کالج ها ایمیل بزنید، خودت تو سایت کم بگردید و اینا اطلاعات رو به دست میارید. بعضی وقتا بچه‌ها خیلی گیج میشید موقعی که میخواید اطلاعات رو پیدا کنید و اینا، ولی از پسش برمیاد. با ایمیل زدن هم اوکیش میتونید بکنید، اصلا نگرانی نداشته باشید. غلط املایی، غلط گرامری تو ایمیلاتون هیچ مشکلی نداره. فقط نکتهش اینه که نگارش نامتون رو درست رعایت کنید، نگارش نامه داشته باشه، نه اینکه خیلی بی‌ادبانه و اینا. بی‌ادبانه که نیست، برای اینا معمولا اون هفتیش میشه، غیر محترمانه است. یا غیر محترمانه گوتن تایپ کنید و بهشون سلام کنید و اینا، تا منو حقم بگید و آخرش هم تشکر کنید و میتوانید شکل قسم براشون بنویسید. و حالا متنی که وسطش می‌نویسید خیلی مهم نیستش که چی باشه و اینا. و بچه‌ها من فکر کنم بگم تو یه ایالت، خب اینجا ایالت به ایالته، خب متأسفانه تو ایران همین چیزی نداریم، من نمی‌تونم خیلی دقیق بهتون توضیح بدم. اینجا ایالت به ایالته. مثلا حساب کنید تهران و کرج زیر مجموعه شهرداری تهرانه، اوکی؟ و مثلا ماگدبورگ حالا توی یه دونه ایالته، خب زیر مجموعه مثلا شهرداری زاکسن آنهالت، اوکی؟ مثلا متوجه شده باشید. و معمولا این کالجایی که توی ایالت هستن و زیر مجموعه مثلا یه دونه شهرداری یا مثلا یه دونه ایالت هستن، اینا آزمونای ورودیشون توی تاریخ برگزار میشه. پس شما موقعی که دارین پذیرش میدید، برای پذیرش درخواست میدید، برای دانشگاه کالج درخواست میدید، باید حواستون باشه که آزمون ورودی توی روز نباشه. یا اینکه نه، هزینه‌شو میتونید پرداخت کنید، 75 یورو 30 یورو اینا که هیبت بدید براتون مهم نیست. از همه کالج‌ها پذیرش بگیرید یا به همه کالج‌ها درخواست بدید و ممکنه یه دونه‌ش مثلا بهتون پذیرش بده، یه دونه‌ش نده. اینم ممکنه. پس اینو مثلا دیگه خودتون تصمیم میگیرید. اگه هزینه‌شو دارید درخواست بدید بدون اینکه نگران باشید دیگه. یعنی برای همه کالج‌ها درخواست بدید، همین کالج‌های دولتی درخواست بدید. اگه من به شخص برگردم به عقب این کارو میکنم و برای همین کالج‌ها درخواست میدم و اصلا مهم نیستش که حالا توی یه روز نیست. چرا؟ چون که شما مثلا نمیرسید به یه دونش، مثلا برید این دانشگاه برید اون دانشگاه آزمون ورودی بدید براتون راحت‌تر. و خب یه دونهشو پذیرش بهتون میدن، یه دونه پذیرش بهتون نمیدن. یه دو تا نکته دیگه بهتون بگم. یکی اینکه کنار کالج میتونید کار کنید 20 ساعت در هفته و در حقیقت میشه 80 ساعت در ماه میتونید کار کنید و خوابگاه هم وقتی بهتون میدن که شما قبول شده باشید توی کالج، یعنی آزمون ورودی قبول شده باشید، اون وقت بهتون خوابگاه میدن و این مابین خیلی باید سختی بگذرونید، نه اینکه کسی اونجا داشته باشید. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه. باز اگه سوالی داشتید ازم حتما تو کامنت ها بپرسید. به اینستاگرام هم میتونید پیام بدید که آیدیشو اینجا مینویسم، همین آیدی یوتیوبه و امیدوارم که بتونم کمکتون کنم تو این راه. و اگر هم خواستید میتونید به خودم بگید که کارهای پذیرشتون رو انجام بدم و بدون نگرانی و هیچ چیزی بیاید و اینجا پذیرش کالجتون اینا رو بگیرید. امیدوارم موفق باشید. دوستتون دارم. تا ویدیوی بعدی. خداحافظ.